توضیح دادیم که مردم ایران متاسفانه به دلیل فقر سیاسی و به دلیل داشتن خائنین بسیار در سیاست و به دلیل جنگ و درگیری ادیان در خاک پارس ما و به دلایل دیگر تاریخی را که میخوانند 100% تحریف شده است. چاه جمکران اصلا هیچ ربطی به الان نداره که در ایران راجعش حرف میزنن، بلکه ربط داره به کریم خان زند. در برنامه ریاست توضیح دادیم که ابراهیم همون زرتشته و زرتشتیان صدها هزار دختر و پسر رو در دوران اشکانیان دفن کردن تا تاریخ اشکانیان نیاد بیرون. چرا؟ که بگن ادیان ابراهیمی فرق میکنه با ادیان غیر ابراهیمی و نمیخواستن بگن که زرتشت همون ابراهیمه، چون دین موسی اومده بود و اینا عقده کردن دوباره دین عیسی اومد نرسیدن. بعد دین محمد اومد که زد خار مادر پادشاه زرتشتی رو داد رو هوا، خاندان خسرو پرویز خان رو و ایران رو به ریستارت کرد. تو میمیری اون داره پولش میگیره. وسط این درگیری‌های جنگی این همه تظاهرات کدوم بهایی مرده؟ کدوم زرتشتی مرده؟ کدوم یهودی مرده؟ انقلاب کردی؟ یه زرتشتی بهایی ازلی 200 تا سرمایه‌دار یهودی گوشی بالا سرت زد، خار مادر شیعه رو سرویس کرد. میخوای انقلاب کنی؟ حالا رسما حکومت زرتشتی تولید کنن. ما قراره در آینده 2500 نفر رو بگیریم، دستشون به خون و پول مردم آغشته است. برای مبارزه با یک دیکتاتور باید بر روی قله هایی که اون دیکتاتور فتح کرده بجنگی تا پیروز بشه.